بیبی سیرنبی گاه از بستر بیماری خسته به خیال روزهای پیشین به سر تنور می آید. حواس نون بندی را بگو اول تو به آخر دورو. همه خدا میگم که پروردگار پاهم صحت کنه هر یک نون بند من میخری و تمام خلق به تو بخوره. سخاوتمندی و دست کشاد این زنی 81 ساله در دهه راهی نوی ختلان معلوم است. مورچه روی زمین ای دست نون خورده است. مورچه روی زمین ای نون خورده است. در روی کورپاچان 6 است. 100,000 بور شگر دولت من دارم هیچ کگم میگم گو ندارم. سیرنبی میرزایی و با کمک نزدیکان با تنفس 1 یا 2 روز برای نظارت کار این کوپرک سازان می آید. آن را با پول نفقه او می سازند. نفقه خودش را جمع کرده برای نزدیک کردن رای خوانندگان به مکتب دهه که در این طرف قفا جایگیر است به همون خاطر ساخته شده است. سیرنبی میرزایی و چندین سالها نفقه خود را به خاطر سفر حج جمع کرد، اما بعد خروج درد پای فهمید این فرض دینی را اجرا کردن نمیتواند. یک سحر خیز که گفت بچم گفت من همین پلا در همین دهه همون کپرک اوهانای مثل شکستگی چیشتگی همون را پدر روز که اگه بود پیشتر همون را من مثلا پول من در همونجا صرف کنین همون کپرک روزی من حج رفتن نمیتونم. با 6,000 سامانی جمع کرده بیبی سیرنبی در دهه یک پل ماشین گذر و یک آدم گذر ساختند. رای ماشین های دهه رو زیاده از 2 کیلومتر نزدیک کرده است. این زنی با اعتقاد کارهای خیریه را از واجبات دینی می داند. تا ساختن کوپروک او چند مراتبه برای مردم گاو کشته گوشتش را رایگان تقسیم کرده است. یکم با همی کار خداوند کریم آورد در پیش روم آورد ای گفتم بیا همی کار بکنیم عجب کار خوبی. بیبی سیرنبی می گوید 21 طفل به دنیا آورده است و از آنها فقط 4 پسر و 5 دختر زنده ماندند. حالا نبیره و ابیره های زیاد دارد. او به این نظر است که خیرات به تقدیر آدم تأثیر دارد و بیشتر نزدیکان و خود او را خوشبخت می گرداند. والا دمینه قشلوق شیشتگی نمیفهمی که ما کوپرگی ترای گذشته نمیتونن. خیلی کمبودی ده کمبودی میشه نه که من کامیرا که نیت کردم اخیر به ثبوت رسوندم خود. برای او وظیفه های دینی و مسئولیت انسانی معنی مشترک دارند. دستارخونم دائمی خدا تنک باشه. چای نیکم پی چای باشه دیگم پی اوقات. آن میتاری مقصد دارم. بگیرم بفهم.